اسرار درون آستانه شما، این مقدسات خانه شما، آبروی اهل کاشانه شما. پذیرا باشید صدای رادیو پیام با برنامه آستانه. بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. شنوندگان عزیز، امروز با هم در برنامه آستانه عید خدمت عروس به خانواده شوهر صحبت میکنیم. خدمت عروس به خانواده شوهر یکی از موضوعهایی هست که شاید در همه خانواده به یک مشکلی پیچیده شده باشد و خانواده های هستند که فقط به خاطر خدمت عروس به خانواده شوهر حتی به طلاق رفتند و کودک ها بی پدر و مادر ماندند. عده زیاده هم هستند که مشکلیشان در دنیا فقط همین خدمت عروس به خانواده شوهر است. یعنی اگر عروس کار کند و در خانواده شوهر خدمت کند، گویا که با همین سعادت دائمی نصیب این خانواده می گردد و مشکلی اساسی در خانه سر می زند از همین خدمت عروس. و چیزی عجیبه که در ما تاجیک ها زیادتر هست، پیش از آن که دخترک ازدواج کند و یا به خانه شوهر رود، اساساً مادرها درباره خدمت صحبت میکنند. باید خیلی خوب نانپزی را یاد گیری. در خانه شوهرت اگر جاروب را این طور گرفتی، فردا تو را از آنجا میرانند. اگر مبادای این گونه لباس ها را درزمال کردی، هرگز آن خانواده تو را قبول نمی کنند. یعنی زیادی صحبت ها و نصیحت های پیش از ازدواج هم اساساً بالای خدمت می رود. بیایید ببینیم که آیا خدمت عروس که اینقدر مهم است و اولاتر از معامله خوب هست و حتی بعضی ها میگویند هر خدمتی که شما میکنید قدرتان در نزد خسرو خشتامند بالاتر می شود و سواد شما کسی کار ندارد. برای همین از کوچکی الکی از 7 سالگی یا از 8 سالگی دخترچه باید تمام کار خانه را یاد گیرد تا که در آینده سرسام نشود. این گپ ها در حقیقت دارد یا اینکه ما با همین خودمان را دلخوش میکنیم؟ زیرا خیلی زیاد عائله هایی که ویران میشوند به سبب خدمت عروس نه، اکثریت به سبب بد اخلاقی. یعنی اکثریت شوهرهایی که شکایت از همسر خود میکنند یا بد اخلاقی یا بد معاملگی یا چیزهای دیگری هست که میگویند در همسر خودم این چیزها رو دیدم و من با او زندگی کردن نمیتوانم. و از همه عجیبش این است که اکثریت مردهایی که میگویند زن تاجیک هرگز مثل زن روس شده نمیتواند و زنهای روس به مراتب از زنهای تاجیک بالاتر هستند، آیا گمان میکنیم در خدمت عروس این را میگویند یا در موضوعهای دیگر؟ یعنی چیزی که شوهر از همسرش میخواهد چی هست و چیزی که اهل و عائله شوهر از عروسشان میخواهند چی هست و ما گمان میکنیم که آیا همه این فقط خدمت است یا چیزهای دیگری هم هست که آنها را به یک سو گذاشته اند و سبب شده ایستاده است که خیلی از عروسکانی که به گفته خودمان هر یک پنجهشان هنر است و کارهای زیادی خانه را خیلی خوب هم کرده میتوانند، در نزد خویش و تبار شوهر هیچ حرمت و عزت ندارند و کسی از آنها راضی نیست. برای همین خدمت عروس را امروز برای شما انتخاب کردم تا اینکه ببینیم که شریعت به این موضوع چی میگوید و این عرف و عادتی که در تاجیکستان ما هست که حتما عروس باید با خدمتش به خانواده شوهر بیاید، آیا در دیگر کشورها هم وجود دارد؟ علل خصوص در کشورهای مسلمان نشید. پیش از آن که درباره دلیل ها و در فقه اسلامی و در سنت پیامبر صلی الله علیه و سلم این موضوع تا چه اندازه ثبت شده است و تا چه اندازه ذکر شده است و اونجا شروع کنیم، بیایید ببینیم که در ازبکستان همسایه ما، در قرقیزستان و شاید در افغانستان و در هندوستان، پاکستان این مسئله را دیده می شود. یعنی عروس ببخشید که در بسیار کارهایش به خادم مانند است و به خانه شوهر وقتی به خانواده شوهر قدم می نهد او باید
یک عائله بزرگ را به همه افرادش و حتی حیوانات و حتی کوچکترین و بزرگترین به همه باید خدمتش و دست یاریش رسد. علاوه بر اینکه او باید به یک عائله بزرگ خوراک پزد، باید نان هم پزد، باید لباسشویی هم کند، حول روبی هم کند و اگر حیوانات داشته باشند از بز و بزغاله به آنها هم باید نگاه و بین کند و بجز این مهمان هایی که به آن خانه می آید و هیوری که یا برادر شوهری که در آنجا هست و این چونین خواهر شوهری که در آنجا هست، آنها هم بالای این عروس حقوق دارند و این در تاجیکستان البته هست، در داخل تاجیکستان، در ازبکستان هم هست، تا اندازه در قرقیزستان، در افغانستان، در پاکستان و هندوستان، در ایران تقریبا دیده نمی شود و در کشورهای عرب از زمان پیامبر صلی الله علیه و سلم شروع کرده تا همین روز نبود و نیست. برای همین وقتی ما نگاه میکنیم به حدیث های پیامبر و به قصه هایی که در حیات پیامبر گذشته بود، هرگز آنجا پیدا کرده نمیتوانید که پیامبر گفته باشند که فاطمه برو به خواهر علی کمک کن، یا گفته باشند که عایشه تو خردکک از دختر من هستی، برو فاطمه 4 تا فرزند دارد و دختر من کمک کن، یا گفته باشند که من یک چند همسر دارم، همسرانم هم کوچکتر از فاطمه یا برابر همسن سال فاطمه هستند، اینها بروند و در خانه او کمک کنند. یعنی این گونه مسئله ها را در کتاب ها دیده نمی شود، چون این چیز در عرب ها نبود و نیست. و اگر در یک خانه همراه زندگی کنند هم، یعنی خانه هایی هست که در حقیقت عروس همراه شوهرش با پدر و مادر داماد یا با خواهر خردکک و مادر داماد زندگی میکند، اما عروس همون کارهایی که برای خودش و شوهرش میکند آنجا میکند. مادر داماد کارهای خودش رو از پسش خودش میبراید و خواهرک هم از پی کارهای خودش میبراید. یعنی این گونه مسئله هایی که در عرف تاجیکی ما هست و گمان میکنیم که این شریعت و حکم اسلام است و یا گفتیم این یک قانونی هست که در اسلام بود و رعایت شود، رعایت نکردید گناهکار میشوید، ببخشید که این گونه قانون در اسلام نیست. و اولا درباره خدمت عروس به شوهر خود، عجیبش این است که بین علمای اسلام اختلاف است که آیا زن خدمت شوهرش را کردنش واجب است، یعنی فرض است یا فرض نیست. برای آنکه در مذهب امام ابو حنیفه رحمت الله علیه فرض و واجب از هم جدا هستند، کمی با هم فرق میکنند، واجب از فرض پایانتر میستد. در نزد جمهور علما فرض و واجب همان یک چیز هستند. اینجا امام ابو حنیفه رحمت الله علیه و این چونین قول در مذهب امام مالک هست که برای زن واجب است، یعنی حتمی هست که خدمت شوهرش را کند، اما در حد استطاعتش، یعنی به قدر توانش نگاه کرده، به سلامتیش و به قوه جسمانیش نگاه کرده و این چونین حدود عرف را رعایت کرده. یعنی در عرف ما باید همین کارها را زنها کنند، از شستن لباس شوهر، درزمال کردن لباس شوهر، به او خوراک آماده کردن، خانه ها را تازه کردن، یعنی نگاه و بین شوهر در حدود خانگی. اینها را امام ابو حنیفه رحمت الله علیه میگن حتمی است که شوهر وقتی زن گرفت، زنش این کارها را همش رو انجام دهد و این واجب است، یعنی خدمت شوهر برای او، برای زن حتمی است. اما جمهور علما یعنی امام احمد و امام شافعی و قول مشهور در مذهب امام مالک میگویند این چیز واجب نیست، یعنی خدمت شوهر برای زن واجب نیست، بلکه از کارهای هست که اگر کرد خیلی ثواب میگیرد. واجباتی که بالایش زن هست این که از شوهرش نپرسیده به جایهایی که حتمی نیست نرود و این چونین به خانه شوهرش به اجازه شوهرش، کسانی که شوهر نمیخواهد دعوت نکند و این چونین در مسئله خفت و خواب و یا محرمیت زن و شوهری حتما رعایت شوهرش را کند. لیکن امام ابو حنیفه رحمت الله علیه میگویند از روی انصاف نیست که شوهر زن را با خوردن و پوشیدن و تأمین کل شرایط مهیا کند ولی زن بگوید که برای من فرض نیست که من خدمت تو را نکنم و به این دلیل هم می آورند از خود کتاب صحیح بخاری که بار
فاطمه رضی الله عنها آنقدر زیاد در آن وقت در آسیابی سنگین گندم را آرد میکردند که دستهایشان همش دیگر خشین و مجروح می شود و وقتی به حضرت علی میگویند که دستان من را ببینید دیگر از زیادی کار دستهای من مجروح شدن، حضرت علی میگویند برو به پدرت بگو که به تو یک خادمی را بدهند تا اینکه در کارهای خانه به تو یاری کند. ولی پیامبر صلی الله علیه و سلم وقتی این را میشنوند که حضرت فاطمه دخترکشان یک خادم یک خدمتگار برای کمک کردن کارهای خانه میخواهند، به جای اینکه بگویند که به تو خدمتگار میدهم میگویند فاطمه تو همراهی شوهرت علی به جای خادم هر وقت که به جایگاه خواب در آمدید 33 بار سبحان الله، 33 بار الحمدلله و 34 بار یا 33 بار الله اکبر گویید، از خادم هم برای شما بهتر است. یعنی این برای برکت وقت و قوت جسم به شما کمک میکند. و از همین حدیث ابو حنیفه رحمت الله علیه دلیل گرفته میگویند اگر خدمت شوهر حتمی نمی بود، اینجا پیامبر می گفتند علی نگذار که فاطمه تا اندازه خدمت تو را کند و خوراک غذا آماده کند حتی دستهایش از سنگ آسیاب مجروح شوند. چون پیامبر خاموش بودند این مسئله واجب بود، پیشتر هم هنوز هم هست. و البته حدیث دیگر هست در بخاری و مسلم کتاب‌های سنن دیگر که اسماء دختر ابوبکر خواهر حضرت عایشه که همسر زبیر بودند میگویند من آنقدر در خدمت شوهرم زبیر ابن عوام بودم که از مسافه های دور به قدر تقریبا 3 فرسخ در بالای سر خود علف را از باغ زبیر به خانه زبیر می آوردم، به اسب علف می دادم، یعنی چروا در خانه بود، به آنها هم نگاه و بین می کردم و این چونین خوراک می پختم، گندم را با دستانم خودم آرد می کردم. خیلی در خدمتش خسته می شدم که شکر الله باره به من خادم می آورد که آن خادم حدی اقل در نگاه و بین چروا و علف دادن اسب به من کمک کرد و گویا که دستهای بسته من با زنجیر، من از زنجیربندها دیگر آزاد شدم. یعنی یگانه یک خادمی که تنها در نگاه کردن یا خود در علف دادن اسب من کمک میکرد مرا از زنجیرهای کار آزادتر کرد. و این دلیل ها به آن است که در زمان پیامبر هم صلی الله علیه و سلم زنها در خدمت شوهر خود بودند و پیامبر این را اقرار کردند و ما گفته نمیتوانیم که نه، برای زن حتمی نیست که خدمت شوهرش را کند، برای او دیگر کارهایی که پیامبر حتمی کردن آنها حتمی است، اگر کرد ثواب میگیرد، نکند نه. ولیکن این دلیل ابو حنیفه رحمت الله علیه می باشد. چگونه که گفتیم جمهور علما میگویند این دلیل ها اشاره به آن میکند که زنی که خدمت شوهرش رو کرد اجر زیاد میگیرد، اگر نکرد باکی ندارد. ولیکن البته اگر از روی عرف تاجیکی و انصاف هم نگاه کنیم بهترش بگویم که واجب است که در حدود قدر توان، یعنی به قوه جسمش نگاه کرده، به وسعگی وقتش نگاه کرده، البته به سلامتیش نگاه کرده زن باید خدمت شوهرش را کند. وگرنه شوهری که از صبح تا شام کار میکند و می آید و باز در خانه نه خانه تمیز رو نه لباس تمیز نه خوراک آماده را میبیند و باز زن هم دلیل میگوید که در نزد جمهور علما خدمت شما به من فرض نیست، این دور از عدل و انصاف می شود. این درباره خدمت زن به شوهر بود. اما خدمت عروس به خانواده شوهر، به پدر و مادر شوهر، به خواهر و برادر شوهر و این چونین، یعنی به هر کسی که در خانه شوهر باشد، مسئله اتفاقی و 100% هست که در شریعت برای زن حتی شوهرش امر کند هم که تو خدمت پدر و مادر مرا کن، خواهر برادر مرا کن، اگر نکردی من راضی نیستم یا اگر نکردی تو گناهگار هستی. برای زن این حتمی نیست. و زن اگر گفت که من فقط خدمت شما رو کرده میتوانم، خدمت اهل خانواده شما رو کرده نمیتوانم، هرگز گناهکار نمی شود، چون شریعت این رو به زن نفرموده است. و بالاترین حقوق بالای هر یک عروس یا هر یک کلین این حق شوهرش اگر باشد هم شوهر حق ندارد
آن چیزی که شریعت امر نمی کند و یا قوت زن آن را تحمل کرده نمی تواند، آن مسئولیت را به گردن گیرد و شوهر او را امر کند. برای همین مسئله اتفاقی از علمای پیشتر تا علمای امروز و حتی به لجنه فتوای علما در مصر و در لیبیا و در جزایر و در عربستان سعودی همین سال 2021 رو نگاه کنیم هم میگویند مسئله اتفاقی از زمان قدیم بود که برای عروس حتمی نیست که خدمتی یا گفتیم کار و بار خانواده شوهرش را کند. این برای او حتمی نیست. اما مسئله دیگر در چیزی دیگر است. ما میدونیم که اساساً در تاجیکستان عروسی خردی همراه پدر و مادر شوهرش زندگی میکند و اگر ما گفتیم عروس خوراک پختنش برای پدر و مادر شوهرش حتمی نیست و یا در یک خانه یک ماشینه لباسشویی دارن، لباسهای آنها را شستنش حتمی نیست، خانه‌ای که با آنها زندگی میکند تازه کردن حتمی نیست. اینجا چه خیلی میشود که عروس فقط برای خودش و برای فرزندانش خوراک پزد و به آنها خوراک ندهد، یا اینکه در یک حوله که با هم زندگی میکنند با هم زندگی کنند و جایی که با پدر و مادر شوهرش زندگی میکند تمیزکاری نکند. برای همین وقتی که همراهی آنها زندگی میکنیم و کاری که برای خودمان میکنیم آنها نیز داخل میشوند، اینجا البته که برابر اینکه همراهی آنها زندگی کرده ایستادیم از یک دک خوراک پختن و با هم خوردن و در آخر تمیزکاری را کردن، اینها همش برمیگردد به عرفی که اگر ما کردیم در اینجا اختلاف ها از بین می رود و اگر نه این خدمت برای من حتمی نبوده است من نکنم هم می شود گویان دیگه خودمون را جدا کردیم و حولی خودمون را جدا کردیم، دور از انصاف می شود و این به یک بی‌آدابی در عرف تاجیکستان می شود. لیکن مشکلی در آن است که اکثریت خانواده ها آنقدر بالای عروس خدمت را بار می کنند که دور از قدرت و استطاعت عروس می باشد. برای همین خواهران زیادی هستند و زنهای زیادی هم هستند که سین و سالشان به 60 رفته است، به 70 رفته است، میگویند من 40 سال عمرم نتوانستم روزه گیرم، نتوانستم نماز خوانم. برای چی؟ کار در خانه خوشدامن و خسورم خیلی زیاد بود، در صحرا کار میکردیم، در خانه 9 تا فرزند داشتن که نگاه و بین آنها به من بود. یعنی کارهایی بود که من برای نماز خواندن وقت نمیافتم، یا من برای روزه گرفتن قوت نداشتم، برای اون که اگر روزه گرفتم من به کارهای خانه دستم نمیرسید و در اینجا مرا یا جنگ و جنجالم میکردن یا مرا میزدن یا چیزهای دیگر خیلی زیاد هستند و این تماما به یگان مبالغه است. شما هم میتوانید بپرسید که از اکثریت نفرانی که سالهای دراز یا زیاد نماز خوانده نتوانستند میگویند در وقت عروسی علل خصوص زمانی که در خانه خسرو خوشدامن بودیم علاج نبود که ما نماز خوانیم، چون خیلی سرکار هم بودن و در مسئله کار کردن عروس خیلی به ما شدیداً معامله میکردن که اگر ما نکردیم مشکل زیاد میشد. برای همین انا این نمود کار فرمودن عروس و تا این اندازه استفاده کردن دختر مردم، این عموماً ببخشید گویا که عروس به خانه نآمد و کنیز به خانه آمد. نفری که حتی برای نماز خواندنش وقت ندارد، برای درست شکمش را سر کردن وقت ندارد، برای با کودکانش نشسته امروز تو چی خواندی، در مکتب چی گذشت و با صحبت کردن حتی با شوهرش وقت ندارد. این نمود عروسداری و یک ظلم و ستم هست که جزای ظالم در دنیا هم همیشه معین شده است و البته که هر یک ظالم در دنیا چگونه که جزایش در آخرت معین است در دنیا هم معین می شود. این مسئله هست که حتما بالایش کار کنیم، حتما در بالایش فکر کنیم، برای اون که چگونه که گفتم مشکلیه که در ما هست اکثریت خانواده ها به عروس همچون همسری پسرم که او هم یک انسانی کاملا آزاد است، برابر اینکه ما او را به خانه همچون عروس آوردیم، او بنده الله است که او باید حق و حقوقی که الله بر او دارد آن را انجام دهد، علل خصوص واجبات و فرض‌هایی که پروردگار به او امر کرده است. و جز اینکه او عروس است، او باز پدر و مادر دارد، خواهر و برادر دارد، خانواده خودش را دارد که باید به حق آنها هم رسیدگی کند، باید پدر و مادرش را خبر گیرد
بگیرد، خواهر و برادرش را احوال پرسی کند و این چنین اگر کمک لازم باشد خدمت پدر و مادرش را هم کند. این مسئله ها در یک کنار میماند. تو آمدی، تو باید این کارها را کنی و یک تا نه، دو تا نه، تا 100 نفر خواهرها از خود دوشنبه و سوغد و از وحدت و از دیگر ناحیه و شهرهای تاجیکستان خط میکنن و حتی از خود روسیه هم میگویند در روسیه ما حوله کلان داریم، زندگیمون عیناً همون مثل زندگی تاجیکستان است. از صبح تا شام به خانه ما مهمان می آید، از صبح تا شام در خدمت هستیم، در دو و تاز هستیم، نه به خود رسیدگی کرده می توانیم و نه به کودکان خود رسیدگی کرده می توانیم. بر عوض این یک چند خواهران شوهر داریم که آنها هم تقریبا هر روز به مهمانی می آیند، باید با آنها نشینیم، با آنها خوراک آماده کنیم. فرزندان آنها رو بعضیا میگویند من باید فرزندان خواهر شوهرم رو دیگر شستشو کنم و لباسهای او رو هم تمیز کنم. یعنی یک مسئله ای که عموما اگر در دیگر کشورها گفته شود میگویند ببخشید این عروس است یا یک خادمه است یا یک کنیزه هست که او را تا این اندازه استفاده میکنند. انا این گونه استفاده کردن یک عروس اولا ظلم است و جور است و دویومن چیزی که هست نباید یگان زن در این شرط و شرایط زندگی را ادامه دادن را برای خود یک زندگی معمولی قرار دهد. یعنی بگوید که زندگی همین است، آچه من، مامان من، مادر بزرگان ما همین گونه زندگی میکردن، ما هم دیگر دوام دهیم. مادر من هم همیشه در خدمت خسرو خشتامانش بود، انا 70 ساله شد، عمری دراز دید، عمری با برکت دید. عزیزان، یعنی تو اندازه در خدمت باشیم که حتی فرضهای خود را کرده نتوانیم و بالاترین حقوق چگونه که گفتیم پس از حق پروردگار این حق شوهر است. و شوهر هم بعضی ها رسیدگی کرده نمیتوانند و بعضی خواهرایی که میگویند شوهر من پنهانی زنی روس گرفت یا زنی دوم گرفت، مشکلی اساسیشون تا اندازه بود که عروس با شوهرش حتی در مناسبت و در نشست و وقتی کافی نداشت، از اینکه از صبح تا شام کار میکند و ساعت 8 شب الکه چشمانش را گشاده نمیتواند، با صبح سحر ساعت 5 میشود و از پی گاو و گساله و حولی و مهمان و چیز دیگر ها میشود و علل خصوص عرف و عادت مهمان دوستی و مهمان روی ما که حتما پخت پز زیاد کرده باشیم یا یگان آمادگی خاصی برای رفتن و یا برای آمدن مهمان داشته باشیم، اینها سبب می شود که عروس حتی از زندگی خود عقب ماند. برای همین در این حدود، در این شرایط برای زندگی را دوام ندادن، یگانه خودی خسرو خشتامن باید کلی افکار تغییر یافته باشد و از خودی شوهر شروع کرده تا خودی زن و اطرافیان همه در این مسئله جدا فکر کنیم که این گونه رفت زندگی به جز نفرت، همدیگر را بد دیدن و سوء استفاده شدن که مرا اینها عمرم را خزان کردن، مرا نابودم کردن و دیگر تا بغض و تا بدبینی آمدن که همدیگر را دیگر طاقت دیدن نمی کنن. یعنی اکثریت عروسانی که در چنین شرایط زندگی میکنن، یعنی شرایطی که همیشه در خدمت هستن، همیشه در تاز هستن، برای خود وقت ندارن، برای کودک خود مثلا پیشروی کودک خود وقت ندارن و حتی برای دیدار بینی پدر و مادر هم ترسیده و لرزیده اجازه میگیرن که امروز به خانه مهمان می اومد، من نباید به دیدار بینی پدر بیمارم یا مادر بیمارم میرفتم، امروز به خانه خواهری شوهرم می اومد، من امروز نباید خواهر بیمارم رو می دیدم. اون عروسانی که در همین شرایط زندگی میکنن، چون آدمی هست انسانیت به همه چیز تحمل کرده نمی تواند، رفته رفته به اندازه بدبین خسور و خشتامن خود می شوند و رفته رفته تا اندازه خیش و تبار شوهر خود را بد میبینند که وقت خانه اشان جدا شد یا وقت خسور و خشتامن به دست این گونه عروس ها گرفتار شدند و دیگر آنها پیر و فرتود شدند، ظلم بالای خسور و خشتامن را برای خود حلال میداند. یعنی تو در زمانش کردی، من هم اکنون میکنم، شما کرده بودید اکنون از من ببینید. یا اینکه با آنها قهری میشوند و تمام عمر با آنها دیگر آشتی شده مثل انسان معامله کرده نمیتوانند. یا اینکه وقتی که به گفت خودمون قدرت به دستشان رسید و الکی سن سالشان بالا شد، چنان انتقام از اهل خودی
از اهل خویشاوندان شوهر میگیرند که میگوییم که این چه ظلمی است که این عروس کرده ایستاده است. برای همین این مسئله ظلم کردن و در مو که خیلی این مسئله جدی و روز از روز حساس شده ایستاده است و میبینیم که علل خصوص شوهرها یا مردها در اینجا بی تفاوت میمونند. یعنی مرد با چشمان خود میبیند که عروس او را یک عائله بزرگ همچون خدمتگار زن خادمه استفاده کرده ایستادند. این را مرد به چشمانش میبیند. مرد میبیند که از صبح تاریک عروس در دو و تاز است، علل خصوص عروس های 18 ساله و 19 ساله ما که خیلی گفتیم بی تجربه کاری اکثریتشان شوهر میکنن. شوهر این رو میبیند، داماد میبیند، ولی به جای اون که به او کمک کند میگوید اگر من کمک کردم همه من رو مسخره میکنن. یا اینکه به جای اینکه حدی اقل با زبانش بگوید که تا این اندازه نباید ظلم کرد، دیگرها هم به او کمک کنند یا این قدرتش نمیرسد، و در این هم عموما ساکت میموند و میگوید اگر چیزی گفتم به من میگویند الکی دیروز عروس گرفتی امروز از زنت ترسیده ایستاده ای. یعنی خیلی زیاد هست مردهایی که میگوید اگر من چیزی گفتم مرا یا مادرم یا پدرم یا خواهرانم یا برادرم میگوید ها همین دیروز زن گرفتی امروز تو را ترسانید که طرفش را گرفته ایستاده، و او هم فقط به خاطر اینکه مرا زن کلان نگویند یا از زن ترسک نگویند یا چیز دیگر نگویند در این مسئله ساکت میموند. و خیلی خیلی زیاد هستن میبینیم که عروس ها در حقیقت به بیماری های جدی گرفتار شدن. اکثریت خواهرانی که میگویند من ابورت کردم و کودکی در شکمم بوده را رفتم و نابود کردم، اکثریتشون میگویند من کودک خردکک داشتم، بار دوم حامله شدم و خوشدامنم بالای من خیلی خیلی داد و فغان زد که اکنون به کارهای خانه چگونه تو رسیده میتوانی، تو کودک خردت بود، بیوی هم تنبل بودی، اکنون چی کار میکنی؟ یا بعضیشون میگویند شوهرم مرا گفت که اگر این کودک رو تولد کنی دیگر پدر و مادرم از من خیلی غضب میشوند، من باید این کودک رو نابود کنی. یعنی برای کارهای خانه. و عجیبش این است که همون کارهای خانه که ما میگوییم و همون خدمتی که در خانه شوهر باید شود هرگز تمام شدنی نیست. عمر آدمیزاد تمام می شود، انسان دیگر دنیا را ترک کرده می رود با آن همه قصر و حشمت و گاو و گوسفند و باغ و راغ و هر چیزی که دارد، اما این کارها تمام نمی شود. کارهایی که تمام نشدنی هستند آیا ارزش آن را دارد که ما عمر خود را در آن تمام کنیم؟ نه تنها عمر خود، عمر دیگران را هم و زندگی را به یک جنگ و جنجال دائمی تبدیل داده باشیم. و یعنی حیاتمون بردوام در جنگ و جنجال است، به خاطر دو سه حیواناتی در خانه بوده، به خاطر دو سه دیگ و طبقی در خانه بوده، به خاطر دو سه مهمانی که امروز آمدن پس از 2 روز یا 1 هفته حتما باز می آیند. به جای اینکه ما در فکر آینده باشیم و در فکر آرام کردن اعصاب خود، قوی کردن رابطه ها و بردوام فکر کردن درباره کودکا که آینده اینها چی می شود، همین دو سه کاری که خیلی که گفتم ارزش هم ندارد و تمام شدنی هم نیست، اینها رو به میان می آوریم و عمر عروس بیچاره هم تمام می شود و بیچاره خوشدامنی که هم در خانه بود یا هست، او هم زمانش عروس بود، او هم زمانش همین چیزها رو تجربه کرده بود و دیده بود. او هم عجیبتر از آن است که گویا از گذشته خود درس نگرفتیم که همین چیز رو زندگی کردیم و به همون حالتی که هست آمدیم. یعنی دیدیم که اون همه خدمتی که کردیم خواه و ناخواه عمر ما گذشته ایستاده است، به نفع ما نیست، ولیکن باز میخواهیم دیگران همون خدمت رو کنن. من کرده بودم و باز میخواهم که به من کنن. با همین دوام میدهد. اینجا اولا پیش از همه چگونه میتوان این را اصلاح کرد؟ البته من گفتنی نیستم که مبادا سوء تفاهم نشود که عروس ها یگان کار نکنید، عروس ها از پی زیبایی زینت خود شوید، عروس ها از پی فقط شوهر خود شوید، عروس ها از پی فرزند خود شوید. این چیز رو هرگز گفتنی نیستم. مسئله این است که
عروس کاری که او از عهده اش میبراید کند، ولی این کار سبب نشود که انسان بودن خودش رو فراموش کند، همسر بودن خودش رو، مادر بودن خودش رو و اخیراً بنده الله بودن خودش رو فراموش کند. عروسی که نماز نمیخواند به خاطر کارهای خانه، روزه درست گرفته نمیتواند به خاطر کارهای خانه و اینچنین مسئولیت همسری خود را و خدمت شوهر خودش رو کرده نمیتواند به خاطر کارهای خانه و مسئولیت مادری خود که فرض است او باید انجام دهد به خاطر کارهای خانه انجام داده نمیتواند. از آن عروس چی انتظار میشویم؟ یعنی چی است؟ ربات به گفتی خودمون یک ماشینه که دیگر فقط کار میکند، نه شعور دارد. برای آنکه انسانی که شعور دارد حتما باید درباره خودش هم کمی فکر کند، نه اینکه فقط درباره کار و حوله و باغ و بستان و حیوانات و چیزهای دیگر. و این مسئولیت ها را برای گرفتن هنوز کاش پیش از ازدواج، بعد از ازدواج که خیلی ها دیر میکنن، پیش از ازدواج کاش خود پدر عروس، خانواده عروس می نشستند و در این باره جدا با داماد و خانواده داماد صحبت می کردند که عروس ما یعنی دخترک ما در خانه چنین مسئولیت ها رو دارد، در خانه شما هم تا همین اندازه می تواند مسئولیت را به گردن گیرد، ولیکن این معنای این نیست که همچون خادم به خانه شما می رود. و مسئله از همه عجیبی دیگر در آن است که یک خانواده پیش از عروس به خانه آمدن همه کار در جایش بود، یعنی همه از پی کار خود بودن، برادر هم، خواهر هم، قینسینگل میگویم یا خواهر شوهر میگویم، همه کاری خود را میکردند و آن خانه از پی کارشون بود. یک بار وقتی عروس می آید اکثریت به پنسه می برایند، یعنی نفقه خور می شوند. حتی دخترک 18 ساله یا دخترک 20 ساله که خودش از پی کارهایش بود، پس از همسری برادر یا ینگر را دیدن اکثریت کارها رو فراموش می کند و می گوید این زنی برادرم در خانه چی کار کرده ایستاده است، چرا من کنم؟ این که کلین است، این باید حتما انجام دهد. و برادر شوهر هم، یعنی یک پسر بچه‌ای که در اکثریت دولت‌ها چه خیلی که می‌دانیم مردها کارهای خود را میکنند و حتی حضرت عایشه رضی الله عنها میگویند، حدیث در صحیح بخاری هم هست که پیامبر در خدمت اهل خود بودند. پیامبر با پیامبریشان تصور کنیم که پیامبر چه مسئولیت داشتن، چه شرف داشتن، در خدمت خود و همسران خود بودن، یعنی در خانه از پی کارهای خود بودن. و یک پسر بچه 17 ساله 16 ساله هم از پی کار خودش بود. به محض آن که عروس آمد مادرش میگوید پسرم لباسات را بده ینگه‌ات شوید، پسرم کارهایت را ینگه‌ات میکند، پسرم اگر گرسنه هستی به ینگه‌ات گو و تو چیزی رو آماده کند، در حالی که او خودش هم میتواند. یعنی ما زیادی چیزهایی که میتوانیم کنیم هم میشود، این رو میهویم بالای یک عروسک بیچاره میمونیم و تا اندازه بالای او مسئولیت زیاد میشود که پس از یک مدت کوتاه یا او در حقیقت مریض میشود یا خود را به مریضی میزند که من دیگر مریضم و از همین کارها خلاص شوم. پور هستند. با یکی از پزشک زنها در خوجند شناس شده بودم. وقتی گفتم از زیادی به نظرتان چگونه بیمارها می آیند، یعنی اساساً بیمارهایی که شما قبول میکنید از چه شکایت دارن زنهای تاجیک، آن پزشک خانم میگوید میدانید اساساً به نزد من بیمارهای می آیند که عروسک های 1 ساله یا 6 ماهه یا 9 ماهه که هیچ بیماری ندارن، فقط میخواهند 2 روز استراحت کنند. یعنی به خاطر 2 روز از کار زیاد خانه خشتمان استراحت کردن به یگان درد آمده میگویند من خیلی بیمار هستم و من هم میگویند دیگر عادت کردم وقتی میبینم که در اصل یگان بیماری زنانه ندارن میگویم 2 روز باید خواب کنید و میگن این تجربه من است، یعنی 2 روز باید استراحت کنید بعد خانه اتان روید.
و اکثریت خود را به بیماری زدن یا در حقیقت بیمار شدن یا با یک بهانه جنگ و جنجال کرده خود را کنار گرفتن و قهر شدن با خشتامن و با خویش و تبار شوهر زیادیش می آید بر سر آن که عروس در حقیقت دیگر با آن جسمی که او هم انسان است و آهنین نیست طاقت آن کارها را ندارد. این اول. ولیکن مسئله دیگر، بعضی عروس های هم هستند که در حقیقت مثلا در روسیه باشند، در یک خانه آشیانه یا یک کوارتیر، به گفته روسی خودمون که زیادتر روسی میگویم ببخشید به اصطلاح روسی، در یک کوارتیر زندگی میکنن یا در یک خانه‌چه زندگی میکنن. اصلا در آنجا کار زیاد نیست، فقط همین که خشتومن همراهشان هست، خواهر شوهر همراهشان هست یا برادر شوهر همراهشان است که او بیچاره دیگر پول برای یک خانه الهیده گرفتن ندارد و گمان میکنیم که چرا او در خانه ما است، چون به روسیه اومدیم الکی در روسیه همه فهمیدن که اینجا زندگی دیگر بوده، زندگی الهیده بوده است، یک و یک بار تغییر مییابند. چرا من با این زندگی کنم؟ چرا خدمتش را من کنم؟ می شود که خانه‌اش را جدا کند؟ آیا برای من واجب است؟ یعنی اینجا دو چیز عجیب است. بسیاری عروس‌هایی که خارج از تاجیکستان هستند همین سوال را می‌دهند که آیا من گناهکار میشوم اگر خدمتی حیورم را یا برادر شوهری که در خانه‌ام هست نکنم، یا آیا من گناهکار میشوم اگر مهمانی که به نزد خوشتومنم که در خانه من هست آمد او را مهمانداری نکنم. این گونه سوال ها هم میشود. ولیکن عزیزان این رو هم باید بدانیم که هر خیری که انسان میکند و خیرش حتی به یک حیوان باشد، یعنی قصه ای که در صحیح بخاری هست که زنی که حتی بیروحه بود به یک سگ آب داد و الله گناه های او را بخشید، قصه مشهور است در کتاب های صحیح و در بخاری هم هست. یعنی خدمتی که یا یک لقمه طعامی که ما به حیور خود، به برادر شوهر خود میدهیم یا به فرزندان خواهر شوهر خود میدهیم یا به پدر و مادر شوهر خود میدهیم که به خانه ما مهمان هستند، اولا نه اینکه این لقمه رو به اهل خانواده شوهرم به یک انسان داده ایستاده ام گویان اگر دادیم فراموش نشود که به این ما اجر میگیریم. یعنی هر نیکی که انسان میکند خواه به خانواده شوهرش باشد خواه به یک بیگانه باشد اجر میگیرد. برای همین به جای اینکه بهانه کوبیم که آیا من به همین خوراک پختنم حتمی است، آیا در خانه ام جای دادنم حتمی است، میشود که این به جای دیگر رود. بیایید یک قدر برگردیم به ایمان حقیقی. و پیامبر صلی الله علیه و سلم میگویند صنایع المعروف تقی مسار السوء، یعنی کارهای خوبی که شما میکنید پیش راهی بدی ها رو میگیرد. هر خیری که شما میکنید و آن خیر خواه یک لقمه خوراکی که به خوشتومن پخته میدهید، خواه لباس او را میشوید، خواه به برادر شوهرتان یک خوراک گرم کرده میفرستید و یا میگوید که در خانه ما جا وسیع هست، در خانه برادرتان آمده خواب کنید، در خانه ما شما خوراک نصف روزی خورید. اینها همش معروف است، یعنی نیکی است، اجر و ثواب دارد. و حتی پیامبر میگویند مسار السوء را، یعنی تمام بدی ها بلاها رو پیش راهش رو میدارد. و جای اینکه خیلی که گفتم به خسرو خوشتومن خدمت کرده ایستادم، گفتن بیاید به این مسئله به مردم به خلق الله کمک کرده ایستادم و الله به سبب این کمک هایم بلاها را از سر من و فرزندانم و شوهرم و اهل عائلم دور کند گویم. و البته در دوامش میگویند و صدقه خفیا تطفئ غضب الرب، و صدقه های پنهانی، کمک هایی که شما میکنید و پنهان است به کسی نگفته، دور از ریا و خودنمایی، تطفئ غضب الرب، غضب پروردگار رو میپوشاند. یعنی پروردگار به سبب صدقه های پنهانی شما رو به غضبش گرفتار نمی کند بلکه شما رو به رحمتش گرفتار میکند. و دوامش عجیبش این است که وسیله الرحم زیادة فی العمر، وسیله رحم رفت و آمد با خویش و تبار عمر شما رو زیاد میکند. و وقت شوهر خود رو هم در صله رحم کردن، در رفت و آمد کردن با خویش و تبارش کمک میکنیم، یا برعکس شوهر همسرش رو یعنی زنش رو در با خویش و تبارش در رفت و آمد کردن و به آنها کمک کردن، البته به شرایط خود نگاه کرده کمک میکند، در اینجا عمرش دراز می شود.
و مرگ‌های ناگهانی هم از بین می رود. برای همین این مسئله را پیش از این که هر یک نفر همچون کیرین یا همچون خسرو خشتامن و اهلی شوهر یا زن نگاه کند، اگر همچون یک انسان عادی، یک نفری مسلمانی که کمک کنیم نگاه کنیم یا او را دستگیری کنیم، در اینجا مسئله دیگر می شود، هم اجر می گیریم و هم آن طرف به خاطر عزتی که ما کردیم او هم عزت می کند. و چگونه که گفتم اساساً بی‌حرمتی های زیاده که با عروس همراه خویش و تبار شوهرش میکند. البته در اینجا بد اخلاقی هم هست، چیز دیگر هم هست، ولیکن اکثریتش به خاطر از حد زیاد بالای عروس مسئولیت رو بار کردن که او دیگر از عهدهش نمیبراید، چون خیلی که گفتیم او هم ربات نیست، یک انسان است و دیگر علمش رو یا انتقامش رو از طرف دیگر میگیرد. و اینجا برمیگردیم عزیزان به سوالان. اگر به سوالها جواب دادیم و باز وقت مان، انشالله کمی دیگر در این باره صحبت میکنیم. سوال یکم: عروس از روی شریعت وظیفه دار است که به دادر و خواهر قدرس شوهر خدمت کند. چگونه که در رفت برنامه گفتم، سوال کننده عزیز، در شریعت نه پیشتر نه حالا یگان عالم و یگان دلیل وجود ندارد یا یگان عالم فتوا نداده است که حتمی است که عروس خدمتی پدر و مادر، خواهر و برادر شوهرش را کند. ولیکن همچون ثواب اگر کرد، همچون این که من خدمتی خویش و تبار شوهرم را میکنم تا که معامله‌ام با شوهرم خوبتر شود، احترامم در نزد شوهرم خوبتر شود و شوهرم هم بر عوض این به خویش و تبار من نیکی کند، اینجا اجر زیاد میگیرد و ان الله لا یضیع اجر المحسنین. این وعده الله است که پروردگار هرگز اجری ثواب نکوکاران را ضایع نمی کند. لیکن حتمی است که تو عروسی، تو لباسی دخترک 16 ساله در خانه بوده که او خودش دست و پا دارد، میتواند او خودش به خودش خوراک پخته میتواند، او خودش جایگاه خوابی خود را جمع کرده میتواند، عروس بیاید و بگوید 16 ساله خواهر شما برخیزید، من جایگاهتان را، من خوراکتان را، من لباستان را آماده میکنم. این عموما در یگان جا نیست. حتی انصافا نگاه کنیم، از روی انصاف و آدمی هم نیست که وقتی خودت از پی کارت، یعنی از عهده کارت میبرایی، یک نفر دیگر که او اساسا به تو همسر برادرت هست، همسر برادر دیگر هیچ رابطه ندارد، او را مسئول یا خادم کارهای خود کنی. و هیور یا برادر شوهر هم همین خیل. برادر شوهر یک انسانی است که از پی کار خودش برآمده میتواند. چرا اینجا گوید که نه ینگه تو این رو کن؟ و من خیلی در حیرت موندم. حتی یکی از خواهرام میگوید برادر شوهر من به من دست میبردارد، یعنی مرا میزند، زیر لطوکوب قرار میدهد و میگوید این کارم رو کن، اگر نکردی از نام اکام طلاقت میدهم و چیزهای دیگر که عموما دور از شریعت، حتی دور از انسانی هست که نه یک نفر مسلمان، یک انسانی که در حقیقت کمالات انسانی یا گفتیم وجدان آدمیت دارد، نباید با همسر برادری خود که حتی اون نامحرم است این گونه معامله داشته باشد. سوال دیگر: آیا حتمی است که عروس چند مدت در خانه پدر و مادر شوهر زندگی کند در حالی که شوهرش خانه خود را دارد؟ شوهر من تاجر است. 3 سال پیش از شهر خانه 2 حجرگی خریده بود. آنجا یک خویش خوشتومنم زندگی می کند. من باشم 7 سال شد در خانه خوشتومن. در اینجا درباره اینکه آیا حتمی است عروس همراهی خانواده شوهر زندگی کند، مسئله اتفاقی دیگری هست که شوهر برای زن باید به شرایط خود نگاه کرده جای زیست مهیا کند. برای همین در قرآن کریم اسکنوهن من حیث سکنتم من وجدکم میگوید الله، شما زنها را به شرایط خود نگاه کرده به جای زیست تامین کنید. شوهری که میتواند که جای زیست مستقل جدا برای زنش آماده کند، حتما از اول روز عروسی خانه‌اش را جدا کند که این برای همه بهتر است. نه تنها برای عروس و داماد، برای همه بهتر است. حتی برای خسرو خشتومن اگر آنها اگرچه سن سال بالاتر داشته باشن، برای آنکه عروسی که خدمت یا کمک خسرو خشتومن را همچون کار ثواب نمیخواهد، برای به آنها خدمت کردن به آنها دیگر فقط ظلم میکند.
و مشکلی اساسی و درد سری اساسی رو در آخر عمرشون دو نفری به دیگر پیری رسیده بیچاره از زبان عروس میشنوند. اینجا شوهر اگر شرایط دارد حتما باید به جای زیستی جدا یا گفته مستقل همسر خود را مهیا کند، اما جای زیست نداشته باشد دیگر علاجی هم نیست. و اینجا عرف هم هست که در تاجیکستان اساسا تا زمانی که شوهر به خانه و چیزی دیگر شرایطش نمی شود در خانه پدر و مادرش عروس زندگی می کند. لیکن خیلی که گفته استادید شوهر شما تاجر است، شرایط هم دارد، حتما باید اینجا شما رو به خانه جدا می برد. ولیکن شاید به عرف و عادت تاجیکی نگاه کرد که اول باید یک چند سال خدمت پدر و مادرم را کنند، چون این عرفی ببخشید که فقط عرف تاجیکی هست و در یگان جای شریعت وجود ندارد. سوال دیگر: زن خدمت والدین نکند پس مرد ناراضی باشد، در این حالت چی می شود؟ در این باره چگونه که گفتم اینجا در لجنه فتوا هم آوردگی هستند که میگویند شوهر حق ندارد به اون چیزی که شریعت نمیفرماید بگوید که نکرده راضی نیم. یعنی شوهر حق ندارد بگوید که اگر خدمت خواهر و برادرم پدر و مادرم که آنها خودشون خدمت خودشون کرده میتوانند نکنی راضی نیم. اگر تو خدمت پدر و مادر خودت را کنی راضی نیم، در حالی که برای هر یک دختر چگونه که برای مرد حتمی است خدمت پدر و مادر خود را به قدرت خود نگاه کرده، یعنی به شرایط و به برداشت خود نگاه کردن برای دختر هم حتمی است. برای همین اینجا رضا بودن راضی نبودن شوهر هیچ چیزی رو تغییر نمیدهد، زن هم گناهکار نمی شود. سوال دیگر: من حامله دار بودم، اکه شوهرم خانه می پوشید، هر روزه اونجا لایکشانی می کردم. در عمرم در خانه پدر به این کارها دست نزده بودم. کار سخت و وزنین سبب شد حملم از بین رود. اکنون 4 سال شد با وجود طبابت‌های زیاد تا حال فرزنددار نشدم. مگر همین از انصاف است؟ همین ترادیسیای عروس کارفرمایی را نینویژو نوشته‌اند با روسی این خواهری که نوشتگی هستند. این قصه ای که خواهر گفتن که من به خاطر لایکاری اون هم عجیبش این رو ببینید در خانه خودم نه در خانه اکه شوهرم، یعنی اکه شوهرم خانه سازیش که با اهل عائله زندگی میکند عروس باید اونجا لایکاری کند، اون هم کاری عادی نه، خوراکپزی چیزی دیگر، تمیزکاری چیزی دیگر، لایکاری. این قصه یک بار شاید به شما به هزارها دختری تاجیک رخ دهد. من خودم شخصا با خواهر شناس بودم. خواهر میگوید در ماه 9 آنقدر در خانه خوشدامن من پلس و دیگر قالین و از چیزهایی که عموما برداشتن اون برای یک مرد حتی وزمی نمی کند خودم برداشت کردم و شستم و دیگر از این کارها کردم که من چند ماه بیمار بودم و از جای برخسته نتوانستم. و خواهر دیگر حتی میگوید من 1 سال فقط از من خون میرفت به سبب اینکه مثل اینکه خوک یا گفتم لایکشانی میکردم و سنگین کاری در خانه خوشتومن میکردم. این کارها یگان تاش بالای عروس حتمی نیست و این حتی گناه است، گناهی عادی هم نه، این گناهی کبیره است. ظلم کردن به یک موجودی که همچون ببخشید به یک زنی که همچون امانت به خانه شما آمد. و اینجا گجاه هست شوهر. برای همین اکثریت میگن مشکلی در شوهر است. وقتی یک دخترک رو همچون همسر خودم مادر فرزندان من امانت من گفته گرفتیم حتما باید به این امانت نگاه کرد که خیانت نشود. یعنی شوهر در کجاست که بگوید که عروسی که در شکم او فرزندی من است اون نباید لای بردا کند، اون نباید وزمین کاری کند، او جایش الان استراحت است، کمی پخت و پز و نظافت کاری های عادی است. البته این عرف و عادت رو خیلی که گفتم برای نابود کردن هم شوهر هم عروس هم خانواده عروس هم خانواده شوهر و هم فکر کردن درباره گذشته های خود که ما این کارها رو کرده اومده ایستاده ایم، آخرش چی شده ایستاده است، به کجا برده ایستاده است، باید فکر کنیم و این مسئله رو یا گفتیم این عرفی که دیگر زنها رو به غلام شدن خیلی نزدیک کرده ایستاده است و اکثریت سلامتی رو از دست دادن نابود شود. سوال دیگر: خوشدامن بدی عروس را نمی خواهد، از همه بیشتر مادر می خواهد پسرش با کلین خوشبخت باشد. این خوشبختی را دیده خرسند می شود. حاضر عروسان غضبشان در نوک بینیشان یگان گپ خوشدامن زده مانند در حال سوی خوشدامن در می افتند. این کار درست نیست. من 35 سال در مکتب درس دادم.
حالا خوشتومن هستم. میدانم احوال حاضر زمان را بیشتری شاگردانم که در مکتب سواد و آداب نداشتند در زندگی میبینم که عذاب میکشند. البته تا حد مادر عزیز شما حقدار هستید. شاید با اینکه در مهاجرت اکثریت هستم تا اندازه بی‌حرمتی نسبت خوشتومن‌ها هم هست، یعنی زبان درازی یا اینکه شما خواندگی نیستید، اصلا شما چیزی نمیدونید، سن سالتون بالا است. این بی‌عقلی یا گفتیم این گونه بی‌حرمتی نسبت خوشتومن‌ها در حقیقت هست. یعنی علل خصوص عروسایی که در روسیه یا در مهاجرت هستند و الکی آزادی را دیدن و گفته خودمون آزادی بی خسور و خوشتومنی را دیدن، دیگر هیچ چیز را تحمل کرده نمیتوانند. اما باید با انصاف باشیم، با تجربه باشیم، با خیرت باشیم که فکر کنیم که ما چی کار کرده ایستادیم و این کاری ما به چی میبرد. و خودی در نفرانی که مشکلی در اینجا است که بعضیا میگویند من خوشتومنم که نماز نمیخونند، اصلا گپشون گوش کرده نمیخواهم. بعضیا میگویند خوشتومنی من حتی سطر نمیبندند، چگونه به من نصیحت کنند. عزیزان کی نباشد هم وقتی یک انسان سن سالش بزرگ است باید او را احترام کرد. اگر سخنی او به ما معقول نیست شما گوش کنید و عمل نکنید. یعنی یک نصیحت میکند که اگر به وی نصیحت عمل کرده شود گناه است یا شما به وی نصیحت عمل کرده نمیتوانید. در اینجا یگانه مراسا، یعنی احمقترین، ببخشید احمقترین زن نفرانی هستند که مراسای خود را در حالی که برپا کرده میتوانند و مراسا کرده میتوانند این را با خوشتومن ویران میکنند و یگان مرد بالای زنی که نسبت مادرش بی‌حرمتی کرد محبت و حرمت و عزت کرده نمیتواند. یعنی میگوید مادری مرا که ندانستی من مادری تو را از کجا دانم، من تو را چی عزت کنم، و تا آخر عمر هم بردوام در دلش کینه میماند که همین زن که همسر من است مادری مرا احترام نکرد. برای همین این مشکلی در حقیقت در جوانها و علل خصوص دخترکانی که از شریعت بیخبر هستند گفتیم و این چونین از اخلاق و از چیزهای اساسی که باید بدانند نمیدانند و بیخبرند دیده می شود و باید در این مسئله هم خیلی خیلی خود را تغییر داد. و پیامبر میگویند از ما نیست هر کسی که به خردان رحم نمی کند و بزرگان را احترام نمی کند. سوال دیگر، در یک خانه ما 3 کلین بودیم. خانه خوشتومن یک کازارمه بود. اکثر وقت خوشتومنم با سودیگی و خلاصکنی جنگ و جنجال میگذرد. 10 مراتبه به جماعت عریضه نوشتیم، عریضه نمیدهد. چند سال باز شوهرم با دادرهایش مهاجرت می رود و زندگیمون به زور پول می یابند. اکنون با اکای کلانی شوهرم پول جمع کرده یک اوچسکه خریدیم. در همین حال چی باید کرد؟ اگر در همین حال چی باید کرد می گفتید و یعنی مشکلی رو چخیل حل کنیم، پیش از همه اینجا می شود به خانه اجاره هم برآمد. یعنی وقتی می بینید که دیگر علاج نیست، در خانه کودک ها زیادن و عروس ها همشون کودک دارند و بیچاره این احوال خوشتومن چی می شده باشد؟ به قریبی یگان بیماری او را می گیرد به سبب از حد عصبانی شدن یا جنگ و جنجال های بردوام دیگر واویلا یگان درمان نیست. اینجا البته می شود که اجاره گرفت و از همه خانه هایش را جدا کرد. یعنی حتمی نیست که ما به خانه خرید برایم. خیلی زیاد عائله هایی هستند در اروپا، در امریکا، حتی در کشورهای پیشرفته ترین خود اروپا هم اگر خانه ندارن اجاره میگیرن و همه حتمی نیست که در یک خانه جمع شده نشینند و به عصبی همدیگر رسند. و مسئله دیگر بیکاری هم، یعنی در یک خانه اگر همه بیکار می نشینند و انتظار دو تنگ پولی مهاجرت هستند، طبیعی که به جنگ و جنجال آن خانه تبدیل می یابد. سوال دیگر، من حالا عروس نشدم، این همه رو میشنوم اوج است. حتی از هوس شوهر کنی هم دلم یخ شد. و این چی گپ ها؟ اگر من شوهر کنم به خوشتومن نقل بگویم که فرمانت رو اجرا نمی کنم گناهگار می شوم یا نه؟ پیش از همه درباره گناهگاری نه، این یک بد اخلاقی است که فرمانت رو انجام نمی دهم. گوید شما می توانید راه دیگر کتی گوید. و همیشه می شود که بسیار مسئله هایی که جنگ و جنجالی هست ما با طریقه نرمی و یا مهربانی یا بعضی از نیرنگ ها که می توانیم دیپلماتی گوییم انجام دهیم. چرا وقتی که شما دیگر راه را می توانید پیشگیری کنید با دیگر راه
ببخشید دیگر راه را میتوانید بگیرید و از طریقه دیگر راه شما خشتومند را راضی کنید، نقل به او یعنی روی راست نمیکنم گویان مسئله رو به جنگ و جنجال برید. ولیکن انشالله امیدواریم هستیم که پس از شنیدن این درس ها به یک حالتی می آید و یا یک نفری رو پیدا میکنید که شما هم آنها را احترام میکنید و آنها هم شما را احترام میکنند. سوال دیگر، جان مادرانی که پسرشان زن کلان است دائم در عذاب است. اگر یک مردک یک کشور عهده میکند نخود تنج و امانی یک خانه را تامین کرده نتواند، میتواند اما زن کلان باشد سرش هم مرده میرود. اینجا درباره زن کلانی صحبت کردن یک مسئله خیلی ببخشید عجیب به سرم اومد. بعضی عائله هایی هستند که اگر گفتید که تا حد شوهر به عروس منصفانه عادلانه مراسم میکند و تا اندازه به همسرش حق میدهد که مثلا به خانه پدر و مادرش رود یا حق خود را طلب کند، یک باره به او لقب زن کلان میمونند. اینجا من نمیدانم که خواهری که سوال رو دادن مقصد از زن کلان گفتنشون با کدام سبب باشد، یعنی سببش در چی است که میگویند زن کلان. برای آنکه اگر به زندگی عرب ها نگاه کنیم، یعنی اکثریت عائله هایی که به مصر می رفتن، من که در آنجا خیلی زیاد عمرم سپری شد، تقریبا 10 سال 11 سال، زیادتر در آنجا به عرف و عادتشان زیادتر عادت کردم. یعنی وقتی عائله های تاجیک می بینن که یک مدیر شرکه یا مدیر دانشگاه همراه همسرش در بالکن لباس ها را به تار می کشد، یا وقتی می بینن که شوهر از کار می آید و در تیار کردن خورش یا گفتیم سالاد یا آماده کردن طعام به همسرش کمک میکند، عائله های تاجیک میگن چی کار کرده ایستاده است، این مرد است یا زن است، حاضر از کار آمد ببینید که در آشپزخانه همراه زنش هست. یعنی این چیز برای مردهای تاجیک و حتی برای بعضی زنهای تاجیک دهشت است. و بدتر از همه زنهای هم هستند که فخر کرده میگویند در حیات شوهرم به من در کار خانه کمک کردگی نیست، در حیات شوهرم مرا به نامم صدا کردگی نیست، مرا با یگان کلمه بد یا با یگان دشنام صدا میزند، این گویا مردی باشد. ببخشید این یک اسلوبی با حیوان معامله کردن است که مرد حتی خالی باشد هم به زنش عموما کمک نکند و حتی نام زنش را گرفتن هم برای او رو ناموس باشد، در حالی که پیامبر با پیامبری خودشان از دوستداری همسران خود را نامشان را میگرفتند. عایشه رو عایش میگفتند، ولیکن در عرب ها مهربانی کنند اگر نام رو کوتاه کرده میگویند. یا اینکه چه خیلی که گفتیم در آوردن آب و کمک های خانوادگی در خدمت همسران خود بودند. لیکن زن کلانی که به معنای این است که ظلم به پدر و مادر خود میکند، یعنی زن بالای خسر و خشتامند ظلم میکند، آنها را تحقیر و دشنام میکند، حقشان را هم میگیرد، پولشان را هم میگیرد، پولی که به پدر و مادر آمده ایستاده است به آنها نمیدهد. اگر در اینجا باشد در حقیقت حتی میگویم این گونه مردها، یعنی مردهایی که دیده و دانسته ظلم زن خود را میبینند و تغییر نمییابند، آنها را تغییر نمیدهند و خودشان شاهد هستند که پدر و مادر چه عذابی از دست زن کشیده ایستادند. اینجا میگیم این گونه انسان ها عق پدر و مادر هستند. زن کلان هم نه، عق پدر و مادر هستند، برای اینکه اذیت پدر و مادر به خاطر زن تو و تو نمیتوانی کار رو بکنی، این عموما به عق پدر و مادر دچار شدن می باشد. و آخرین سوال عزیزان، به همین مردکانی که به خاطر زنش مادرش رو آزار میتید نصیحت میکردید. کمی پیشتر چگونه که گفتم در شریعت اگر زن بالای مادر یعنی بالای خشتامند عروس در حقیقت ظلم کند و ظلم رو چگونه کرده ایستاده است، حتما باید اینجا دو طرف رو شنویم، برای آنکه قضاوت زمانی می شود که دو طرف رو هم شاکی هم متهم رو قاضی بشنود. و اینجا اگر زن عروس در حقیقت به خشتامند ضرر رساند، ضرر خواه مادی باشد خواه معنوی باشد، یا خواه تحقیرش کند، مسخره کند، یا به او پولی که به او هست به او ندهد، که این گونه عروس ها هم زیاد هستند. یعنی شوهر پول میفرستد میگوید این به مادرم هست، او به مادر نمیدهد. هدیه می آید به مادرش میگوید اگر به مادرت هدیه رو دادی من از خانه برآمده میروم، رو با مادرت زندگی کن. یعنی بدبختی تو آنجایی هست که میگوید اگر این تحفه رو تو به مادرت دادی رو در خانه مادرت زندگی کن، به اینجا نه. اگر این گونه زن باشد آن مرد
فرض است بالایش که این زن رو یا اصلاحش کند و اگر طلاق هم داد هرگز گناهکار نمی شود. برای اون که چگونه که در حدیث آمدگی هست بالاترین حق بالای مرد پس از حق پروردگار این حق مادر است و پیامبر صلی الله علیه و سلم به مردی که من بکی نیکی کنم اولین نفرانی که باید احترام آنها رو دارم، نیکی های آنها رو من باید رعایت کنم، گفت پیامبر گفتن 3 بار امک ثم امک، مادرت باز مادرت. یعنی مادر از زن همیشه در نزد هر یک مرد بالا هست و حق مادر رو باید رعایت کند. اما بجز اینکه مادر اگر به گناه زن را ببخشید پسرش را اگر امر کند یا به ظلم امر کند، در اینجا لا طاعت لمخلوق فی معصیت الخالق. و اینجا عزیزان به پایان برنامه میرسیم. اگرچه درباره این موضوع گفتنی ها خیلی خیلی زیاد است، ولی تا همینجا کفایه میکنیم تا برنامه های دیگر، با امید آن که هر یک نفر ما حق و حقوق خودش را داند و هرگز نه ظالم باشیم و نه مظلوم باشیم، نه حق کسی را پایمال کنیم و نه گذاریم که حق ما را کسی پایمال کند. شما را به الله یکتا می سپارم. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. اسرار درون آستانه شما، این مقدسات خانه شما، آبروی اهل کاشانه شما. پذیرا باشید صدای رادیو پیام با برنامه آستانه.